ای هموطن سراغ مقام تو آمدم، به نام آن خدا که به نام تو آمدم. روز روزگارت بخیر باد هموطنان عزیز. برنامه سلام هموطن است در این شب و روز سال نو و امیدوار هستم که در خاندان همه شما صدای دف است و صدای تار است و صدای خوشی است و همگی میخواهید که سال جدید رو با یک فرح و شادمانی استقبال بگیرید. باشد که همین گونه باشد و این شادی و سرور و مسروری برای همیشگی در خاندان شما حفظ شود. بسیار این برنامه متفاوت هست از برنامه های قبلی، زیرا شخصیت رو دعوت کردیم که همگی میخواستید ببینیدش، همگی میخواستید که ببینید اونا چه حال هوا دارن. قبل از همه میخوام اظهار سپاس و اظهار مینه‌داری خیش رو به تالار مبل زرنگهان برسانیم برای فراهم کردن چنین یک شرایط مساعد و موافق که همیشه ما برای ما درش گشوده است، برای ما دستگیری میکند. همزمان میخوام یادآور شوم برای اون همه نفرانی که سرپرستی کردن طول سال برنامه سلام هموطن را، به ویژه شرکت آبگینه گلاس، شرکت فاهو و شخصیت‌های برجسته چون یادگارشا خوشوف، چون خوشقدم امیدوف، چون خوجه زیایوف، اینا نفرانی هستند که همیشه از حال احوال برنامه خبردار هستند و دستگیری میکنند. سپاس فراوان به همه شما و میگذاریم به شناسایی مهمانان برنامه. اون نفرانی که سالیان زیاد جهد کردن، تلاش کردن تا که معرفگر باشن، تا که تربیتگر باشن، اینها باشن استاد عزیز همه ما و شما عباسخان اسکندرов هست. خوش آمدید استاد عزیز به برنامه. از دیدنت خیلی خوشحال هستم و سال نو چگونه استقبال میگیری و سالی که گذشت چگونه بود برای شما؟ شکرانه خدا. اول که سلامت باشید، هزار رحمت، هزار خلق به این قدردانی و این مهربانی شما. پیش از همه میگم که سال نوتون مبارک شود. سلامت باشید. خداوند یک کمر سربلند، سرفراز، خوشبخت، تن صحت، خانه آباد، عمر دراز، ساعتی نیکو، بنیادی ساز، دولتی بر کمر نصیب تو گرداند. سال 2024 یک سالی بود که بسیار سالی و موفقیت سالی و برکت سال خوب، زندگی و صلح و امانی بود، آسایش و بسیار. در این سال نبیره ما مثال چمپیون جهان شد. مبارک شود. سلامت باشید خیلی. میگم یوشیه گردشان فقط خواهی نخواهی که مرکز دیگره، شهر دیگره. در روز خیلی یک جایی است که یکن بهشتی روی دنیا گوی می شود. این که دوشنبه یک چیز است که بود همه چیز میبینی، همه چیز میبینی و هر خیلی میگم چرا از در روز اومدی؟ چی سببش همین بود که راست شما کمپیر دولینش از حد زیاد میشد و گفتن کلیمت علشکنه. انا مقصد اومدن اومین بود، یعنی جیبس کردن جایزی است. حوض حوالش خوب است ینگره؟ سازوی نه خودی خوب. هم دوشنبهش میبایسته است؟ ممکن. زنها بعدن مکر دارن کو ممکن همی برو خطی و هم دولین بلنده خودی دیگه کسل نمیشه باش کنه خدا. میبریز دیگه در روز؟ میره و خودش میره و نبیروش خبر میگیره میگرده و میبیرد. سوزان خیلی همه سوزان شکری خداوند شما دید. بسیار از دیدنت شدیم. بسیار از مخلصای برنامه گفتن که استاد عباس خونش دعوت کنید. بسیار خوشحالم گپای گپاتون یاد کردن مردمی در روز. و خدا خیر که در روز خیلی بود که همون جمع اومده که بود همه شوق بودن، همش امید اونجا استیل گپی گنه بودن میشتیم و یک کس در یک گفته همون یک موضوع میقپیدیم دیگران میخندیدن. بعد همین بی انیقداد نبود. اما اینجا خیلی یار رفیق بسیارن، شکرانه خدا از هر طرف هستن. یار رفیق خوب هستن. خیلی یک دوم 72 تا خواجگی دارم من ببینم 72 خواجگی خطی در مدت یک هفته شناس میشه همش خطی. راست. لیکن اون مسخره اون صحبت های خنده‌آوری که در دربار بودن در اینجا نیست. مزدار نیست. زنده باشه. و دوستان عزیز ما مورز بودیم در دروز قریب هر ماه گوشتین میشد. هر ماه هر یک دهه توی میداد و معرکه گوشتین ملی و هنرنمای استاد شکرانوف گل حسین چنان ما را مفتون میکرد که میخواستیم رنگ ایشان همه فند حلوک بدونیم و بگیریم.
ولی افسوس که نتونستیم و امروز توانستیم که او را دعوت کنیم به برنامه بیاد. استاد گلحسن شکانوف خوش آمدی به برنامه. از دیدنت خیلی خوشحال هستیم و شما یک از پهلوان‌های نامدار تاجیکستان هستید و بگویید که با چه کار بر مشغول هستید دیگر در میدان ها؟ شاید 3 سال دیگر نمیگذارد که شما به میدان برایید. وقتم خودش میگیرد. اول سلامت باشید، برای دعوت کردن که زنده باشید. سال نو و شما مبارک شود. ما هم فکر میکنیم که در همین درواز این برای ما، برای خلق درواز پهلوان میراثی موندگی است. برای بسیار پهلوان‌های خیلی کهنه از کهنه بودن شنیدیم و از اون جمله تقوی خیلی خدمت اکم این میراثی بگم از بابی نوروز علی و ما پیشنهاد بابی سلاله داشتید. همین خیلی میراثی برای ما موندگی است. بعد ما هم خیلی در چی همونو یعنی خیلی با همین چی برمت کردیم و با همین اگو میدان و خیلی مسابقه و همینو چیشیدیم. و قدر چمپیون ریسپوبلیکا و در چمپیونات سیر برمت کردیم. همین چیزو در برمت کردیم. همین چیزی که از میراثی داریم ما خواستیم که کمتر همینه با دوام تیم نباشه. بعد خدمت با فرزندم همینه کمتر خیلی بودلیستم و آدم هم کم شدن نسبت شرایط بود نمیدونم یا چی که پهلوان ها کم شدن. یعنی شرایط بهتر شده پهلوان ها کم شدن. مثلا در دهه یوگی شما در دوره جوانیت در روی ریگ مشق میکردید در لب دریای پنج همین خیلی بود. نه که ببینید شما چقدر شوق داشتید شور داشتید. در دهه یوگی 100 پهلوان زیاد برآمد میکرد در یک توی معرکه و امروز قریب که نیست. سبب چیست؟ بین رفته است. خیلی بسیار از زمین سببه که بسیار آدم‌ها چی شدن هر طرف پراکنده شدن. بسیار وقت میریم که هم نگاه میکنیم آدم هم بچه ها یاش بسیار کمن از قفای زندگی هم نمیدونم از چی شده که او وقت خیلی همین موضوع بسیار وقت در همین چی میرفت پهلوانی میرفت. وقتی که ما وقت خیلی ثبت نبودن ایچی ها نبودن تلفن ها هم نبودن خیلی چی نبود. وقتی می اومدیم مثال در این شهر در این مثال در این جایی چی برآمد میکردیم وقتی که ما با بخشلوق برمیگشتیم کسی خبر نمیافت. اما نوی سفیدا که جمع میشدن همین خیلی که در همین خون شد در همین چیز شد همین پهلوانی بود جمع میشدن همین فکر میکردی که همین البته فرزند خود در خودشون همین چی کرده سلام خیلی هم سرجم در خونه میبودن. ما هم خیلی اونو نقل میکردیم که خیلی برآمد کردیم. خیلی قریب 3-4 ساعت همونجا همون موی سفیدا میستن گوش میکردیم که چیکار کردی چیکار کردی. خب از زمان رسانه ها نبودن در درواز نبود، نه تلویزیون داشتیم نه اینترنت بود نه تلفن، فقط یک خبر میرسید که از گوش به گوش و از هم خیلی رفت که شکران و گلحسن با همراهی استاد محمد سنویف در منطقه کلو برآمد کردند و چقدر دستاورد به دست آوردند ولی رسانه‌ای نبودن. هنرها همه پشت پرده میموند و نمیدیدن، فقط نقل میشنیدیم از اینها و بسیار هم خرسند میشدیم. و میدونی چی من یک لحظه را یادآور میشم که من شنیدم که همون زمانی که سال 94 95 بسیار یک حالت وزنین بود در دهه یوگیت مردم تخم مرغ رو جمع کردن میوردن به پهلوان ها میدادن که بگذار اینها تناول کنند و مشق کنند و نامبردار منطقه باشند. یعنی که مردم دستگیری میکردن. خیلی بود؟ بله بله این هم هست. همین کاره بودن که مثال پهلوان تو چی بود که من بعض وقت ایزا میکشیدم وقتی که ما در یکان معرکه میدرمدیم ما را میبردن بالا میشوندن که شما مثال احترام سخت میکردن با ما را مثال بسیار همون موی سفید بودن من ایزا میکشیدم که همون چیخ چپ پیش مادم میمون که مثال ما برآمد میکنم مخلصی میدن. بعضی وقت مثال جایی میرفتیم دوردست بود میدیدی که همون مخلصا با همون جرا اومدن. بعد برای اونا شده ما هم بسیار تیاری سخت میدیم برای خیلی نگاه میکردی که یک موی سفید قریب 100 کیلومتر برای ما اومده است که همون رشدی نبینه دار مثال لازم داره همونه رو ما بسیار چی میکردیم. زنده باشه. خیلی که ما هم میریم همین مثلا من فرزند ما هم قوی ما هم چی میکنیم خودم هم میرم وقتی که در چی هستیم یک وقت داریم میریم با خدر میگیم همونجا همون چیزی که ما میتونیم همون با چی برسونیم
یکی از افسوس که آدم بسیار کم شده است. جوانان کم حاضر شوق شو خیلی هم مهنت سخت داره، قین است، آسان نیست که بله بله. اون سبب. دوستان عزیز واقعا هم درست گفتن. سلولای شکرانوف ها در برواز یکی از سلولایی بودن که واقعا هم نامبردار گوشتنگیری سطحی خوب بودن و این سلولا امروز باز یک نامبردار دیگر، یک پرچمبردار دیگر به باور رسانده است. قایم پهلوان، قایم شکرانوف. قایم جان خوش آمدید به برنامه. خب قایم جان سال 2024 برای شما بسیار سال خوب بود، زیرا شما در چمپیونات جهان اشتراک کردید که در تاجیکستان باری اول گذشت و سزاوار جای سوم شدید. مبارکتان بود. و بگویید که برای آن همین به دستاوردها رسیدن چی باید کنند پهلوانای نورس؟ برای این مسابقه سطح بین‌المللی مهنت خوب درکار است. ما با همراهی استاد ادب خیلی زحمت خوب کشیدیم و در مسابقه جمهوری اشتراک کرده و موفق به چمپیونات جهان گرفتیم و در چمپیونات جهان سزاوار جای شدیم. زنده باشی. چون خبر یافتم به تازگی شما خدمت حربی را ادا کردید و سلامت باشید. ببینید یک جوان واقعا هم شناخته، جوان با هویت ملت اول خدمت حربی را ادا کردن، حتی رد کردن که اویلادار نمیشن تا اگر خدمت رو ادا نکنن، خدمت حربی رو، و گفتن که تا چمپیونات جهان را اشتراک نکنند و مدال نگیرند خانه‌دار نمیشوند. و نیت خانه‌دار شوی داره ولی بعد میگه بر وقت زنده باشی. نقشه ها داری؟ با سال 2025 نقشه ها بسیارن. مسابقه چمپیونات آسیا از نمود گوشتنگیری و ریسپوبلیکا گوشتنی زودو تیاری را سخت میکنیم و اشتراک میکنیم. زیری تربیه کدام مربی هستی؟ ادب جان دولت‌سای. بهترین امیدوار هستم که 2025 هم با همین بگیم که دستاوردهای نظر است ما شاهد میشویم و حتما که برای کوشش میکنیم در هر یک مسابقه که شما هستید اشتراک کنیم و براتون کف بزنیم. سلامت باشید که شما پرچم برداری ملت تاجیک هستید. خب دوستان عزیز میدونید چی، امروز دو نورس هست، دو چهره است که اونها باید معرفی شوند برای شما و همیشه تلاش میکنن و هم زحمت میکشن پرچم بردار باشن. هدف یک چیز، برافروختن پرچم ملی بیرون از تاجیکستان در خارج کشور در سطح بین المللی. و این دو نورس ما یکیش ادریس یوروف است که از نمود محاربه های آمیخته بسیار شوقمند است، دیگری محمد محسن امیدوف. خوش آمدید ادریس جان. بگوی ادریس جان چند مسابقه اشتراک کردی در سال 2024؟ در سال 2024 بیش از 15 مسابقه اشتراک کردم، جایهای نمایان و جایهای اولش کردم. بگوید که مسابقه ها در کجا گذشتند؟ مسابقه بین‌المللی هم اشتراک کردم، یعنی بیرون از کشور در مسابقه ازبکستان، در مسابقه جهانی و در مسابقه آسیا اشتراک کردم، جایهای نمایان. سلامت باشه. و شما بگوید که انا همین کمربند رو، اینا دوستان عزیز کمربند ادریس جان است، ادریس یوروف است، شما اینو در دستان بگیرید ادریس و بگوید که این از کدام مسابقه گرفتید؟ این را مسابقه گراند پریکس جهان نمودم. این در کجا گذشت؟ این مسابقه در شهر شامل گذشته است، برقرار شده است. خوش به حالت. مربی شما کی است؟ مربی که من رو در این نمود مربی آمیخته راه بلدی میکند، زیر صدام روش است. تمرین خوب است؟ به همسالان چی گفتنی هستی؟ به همسالان میگویم که تمرین در آن روزه در مسابقه اشتراک نمودند، هیچگاه نامه نگشته تمرین دوام دهند. شما را کی حمایت میکند، کی دستگیری میکند در این جدال؟ این جدال ما را مربی هم دستگیری میکند. والدین ضد نیستند که این بسیار خطر دارد این ورزش برای شما؟ نه، والدینم پدرم کم ضد هست، اما باید که خواندن ها چه خیر است؟ خوب است. و شما برای کار میخواهیم در 2025 و امیدوار هستیم که نمی تعداد کمربندهای شما زیاد شود. محمد محسن امیدوف خوش آمدید به برنامه بچم. خوب بچه جان شما چند مسابقه اشتراک کردید این سال؟ 15 مسابقه. در وزن چند؟ در وزن 32 کیلوگرم. شما در صنف چند میخوانید؟ در صنف 5. در صنف 5. خوب محمد محسن
ورزشگری هست که دوستان این کمربند از محمد محسن است که برای بنمایش آورده است تا که ما ببینیم که این همه مدال و همه کوبک هایی که شما میبینید جام ها اینا از محمد محسن هستند و محمد محسن در مکتب درس 5 میخونه گفتید یگانه دوستان از یگانه ورزشگری هست نورس که عموما بهای 3 و 4 ندارد همگی 5 میخواند ببینید ورزشگر کمی ورزشگر با خوردن که با این گونه بگیم که صفت تحصیلی داشته باشد و این محمد محسن در اویله سر کلانی است و بسیار هم یک بچه داناست در مکتب و در المپیادهای فنی هم همیشه دست بالا است. خب محمد محسن من این ورزشی که شما مشق میکنید چی نام دارد؟ مهانتای کی از مربی است؟ در کدام در شهر شنبه؟ در شهر وحدت. برای نمی کمربند گرفتن شما با چند نفر در رقابت برآمدید؟ با 1 نفر برآمدم اما با آن نفر اول چی فسفس کردم بعد سپس با همراه اون برآمدم. یک روبرو حوال شیشتید؟ بله. نترسیدی؟ نه. یگان باشید است که از مسابقه دست کشیده باشی؟ نه. پدر مادر نمیگه که نرو که مشت میخوری دست سر روید؟ نه. چی میگن؟ جام بره خطر ندارد؟ گفتن که دودرت هم به خودت میبری او هم خیلی مشق میکند. به همسالان چی گفتنی هستی؟ به همسالان میگم که مشق کنم تا در آینده پرچم برداری تاجیکستان شوم. یه زنده باشی. چی نیتو داری بچه جان؟ میخواهم که در آینده به مسابقه های بیرون از کشور روم و سزاواری جای اول گردم. سلامت باشی. ما هم با شما در این جوده پیروزی میخواهیم. بگذار همیشه دست بالا شود، نامبردار تاجیکستان عزیز شود و شما شعله های هستید که ما شما منتظر گلخن هستیم و شما روشنی دهید تا ما بفخریم که این فرزندان ملت تاجیک این نورسان در آینده برای پرافشان کردن پرچم کوشش های دارن، هم شما محمد محسن و هم ادریس جان. خب دوستان عزیز میگذاریم با یکی از مربیایی که همیشه برای دست بالا شدن شاگردان تلاش دارد، ادب جان دولت حسین فضل. شما اومدی استاد ادب جان؟ دیر باز نبی سر سفید کردی. ای شما جوان هستید و امروز آمده است به شهر دوشنبه ساکن شده است و تالاری ورزشی دارد و شاگردان زیادی را به ویژه قیام شکلان شاگردایشان هستند. خب بگید استاد چه حال و هوا داری و هوس جوانان چگونه است امروز به گشتن ملی؟ شکری الله بزرگ خودم نازم سازیم بچه بسیار مهنت میکنم ای همه منطقه توریستان مهنت بسیار میکنم کمتر در روز خودمون سست شده است یکم کس ماش نمیکنه چی با؟ نمیدونم دیگه نمیفهمم خود یک دمه خوبی نداریم بچه ناز هم کمتر ماش ناز میکنه دیگرش میان یک ماه 2 ماه 3 ماه میپرتن میدم سبب چیست؟ سببش دیگه نمیفهمم چون مردم در روز مردم خدمت ماش نمیکنه چرا ماش نمیکنه؟ اندیشه شما چی مونیه میشود؟ من نمیدونم که کویستان میان جوک شده میبینن اصاب همین باشه من نمیدونم اصاب همین است و اصاب یا شاید وضعی مالیوی چی شما قیمت است؟ نه قیمت نیست من این خیلی خویم خودش میدونه بسیارتری بچه رو یاردم میکنم یعنی قسمش میکنم بچه در روز هم ایگان تاش پول گرفته اگه نیستیم که ما بگیم پول میگیریم همش رو دعوت میکنیم که بیم مشق کنیم خوبه نشونید دوستان عزیز جوانان نورسانی که از منطقه کوهستان میاد نه واسه از جای تاجیکستان استاد ادب جان دولت حسین فرموده است که برای شما شرایط مهیا کنید و شما به پول مشق کنید تنها شما یک قدم به پیش تمام و بگوید که این سال چگونه گذشت برای شما؟ بهترین سال برای ما برای خودم مربی شایسته جمهوری تاجیکستان شدم مبارک شود سلامت باشی بعد با شاگردان برآمد کردم خواهیم شد اول چمپیونات ریسپوبلیکا را برای بعد چمپیونات ریسپوبلیکا با یک مسابقه دیگه شد گفتم برای پریکیکر میشه که برای چمپیونات جهان اشتراک کردم با وای برای چمپیون شد بعد چمپیونات جهان را اشتراک کرد جای سوم شد مبارک شود مبارک شود ما از این دستاوردهای شما همگی شور هستیم همگی که ببینید که چقدر تلاش میکنید می‌بینید که سر سفید کرده در همین راهو برنگشتید زنده باشید و امیدوار هستم که 2025 با نقشه های خوب برای شما نقشه های خوب شما عملی شود در این سال سلامت باشید. خب دوستان عزیز هیچ محفل و هیچ نشست و هیچ یک چرابی را به فرهنگ نمیشه تصور کرد
و امروز خدادادی عزیز در برنامه ما هست. خوش آمدی خداداد. سلام جان، درستم. خسته نباشی. زنده چی باشی. حال داری؟ هیچ، فقط درس. سلامتیت خوب است؟ باشی. کجا میخونی؟ من این حال در دانشجوی کورس یک هستم. دانشجوی کورسی است در کنسرواتوری ملی و نام طلبخوجه است تورو. خب پیش از این در کجا میخوندی؟ بله، پیش از این راستی وقتی که در ناحیه درواز همون مکتبی رقم 8 وقتی که کشیده شوی همون بود، اما وقت سابق وزیر معارف نورالدین سید بودم. وقتی که همونجا آمدم در نزد همون بنا من یک 4 مصرع سرود خوانده بودم که در همون لحظه بعد آنها پیشنهاد کردند که در کدام مکتب موسیقی همون یعنی شهر در کدام که نباشد همونجا بروده یعنی بپول مکتب اینترنتی میانه مخصوصی صنعتی جمهوریوی و نام میرت‌الله طیب همون گوشی خود رو برداشت و همین خیلی شد که در همونجا من یعنی تحصیل کردم. چند سال؟ سنفی هفت. از سنفی هفت تحصیل کردی؟ بله. من میدونم شما در بسیار چورابین‌های بانفوذی شرکت کردید. بله. در نظر چگونه تافت؟ خوب، بسیار یک گروهی بلند میگیریم. البته استادان موازنه در بسیار استادانی خوب داریم با مثل استاد اکاشری جوری، استاد عبدالله نظری و این حال استاد اسماعیل نظری که آنها استاد هستند و نکته نبودند که بیشتر ما بودم. استاد اولین من سیف‌الدین نعمت‌الله بودم و که بسیار بهر رشد یافتن همین هنر من بسیار سهم باسزا دارم. میدونم، من آگاه هستم. خوش به حالشان. درود به استاد سیف‌الدین، درود به استاد اسماعیل نظری. ما به سلاله نظریفا که چنین یک شاگردان تربیت میکنند تا که آنها نامبردار صنعت منطقه باشند. و این حال در همین سال نو است همگی خوشحال. چی ترانه را میخواهی که برای ما بخونی؟ راستی این حال میخواهم یک سرود از بحر دنیا بخونم از استاد جورابک نظری. می‌نگریم و میرویم. می‌نگریم و میرویم. خب مرحبت میشنویم، ما هم می‌نگریم و استراحت میکنیم. سلامت باشیم. هستی ما میزانی ما در پیشی به مقامی ما زندگی دوامی ما دوری فلک بکامی ما می‌نگریم و میرویم دوری فلک بکامی ما می‌نگریم و میرویم خواجه ازی سروری گذشت بند ازی چاکری گذشت زاری و قیصری گذشت دوری سکندری گذشت شیوه بودگری گذشت می‌نگریم و میرویم شیوه بودگری گذشت می‌نگریم و میرویم پرده چرا ظهور چیست اصلی ظلام و نور چیست چشم و دل و شعور چیست فطرت ما صبور چیست این همه در زبور چیست می‌نگریم و میرویم این همه در زبور چیست می‌نگریم و میرویم بیشی تو نزدی ما کمه سانی تو پیشی ما دمه نه با کناری تو یمه ساخته بشد نمه ما با تلاشی عالمیم می‌نگریم و میرویم ما با تلاشی عالمیم می‌نگریم و میرویم می‌نگریم و میرویم
دلمون میروه. زنده باشی، زنده باشی. همیشه صدات بلند، همیشه صدات گویا باشه و هیچ گاه درد رنج نبینی. سال نو سال موفقیت برای شما. خب دوستان عزیز، این برادر خدایداد از سلاله هنرمندای دهه رضای دروازه است. دهه رضای که همیشه شخصی فرهنگی داشته و دارد و باشد که همین گونه باشد. و امروز برادر ما فراغ جان از مهاجرت برگشتن. خوش آمدی به برنامه فراغ جان و میدونیم امروز شما هم یکی از هنرمندای جوان هستید که کوشش میکنید که همیشه نوبانی داشته باشید، همیشه آهنگ تازه بنوازید و مردم بشنون و امیدوار هستیم که با آهنگ تازه اومده به برنامه. چه حال داری؟ خوب هستم. اول سلام خودم را به تمام بینندگان این سلام هموطن میرسانم و کلی مردم تاجیک و گفتنی هم که در این سال 2025 خداوند خاندانی هر یک فرد تاجیک سری و پری باشد و خرسندی باشد. زنده باشید. ما هم از پی ایجاد هستیم، از پی نو از مهاجرت برگشتیم. اونجا هم با کارو هم موسیقی بدیم. مقصد که وقتی بکاری ده، مقصد روزای عادی ده چی میرفتیم؟ توی میرفتیم، معرکه و دعوت میکردن. نو اکه مردمی همی خودمون، مردمی درواز مقصد نو فهمیدن که ما همونجا مقصد کار و فعالیت داریم. نو چند توی را گذروندیم، معرکه را گذروندیم. خوش به حالت. شکر یک سال استادیم که زیق نشدی؟ زیقم شدیم. باور بیشتر چی یاد کردی؟ بیشتر وطن، پدر، مادر، یار رفیق، فرزنده و ایلا خیلی زیق میشه. چی چیز ایجاد کردن همون زیقی تر بودور ساختی؟ یک غزل، یک ربایی؟ هوا سرد است و بارانی، دلم میلی وطن دارد، مثالی مرغی آسمانی، دلم میلی چمن دارد. خدایا صبر و طاقتی در این ملکی غریبانه، غریبت نر دلش درد و سرچشمانی تر دارد. زنده باشی، زنده باشی. کلی نبود مبارک. شما هم پیش از آنه که ما یک سرود پیشنهاد کردیم برای فراغ جان بخونه، میخوام کمی صحبت با استاد عباس خان داشته باشیم و از همون شوخی هایی که در دورانی که در درواز بودند و میکردند یادآور بشیم. خب مرحمت، اون زندگی باقی است، یاران میروند میگن، خیلی یادشان گرامی بود. اون همه سلامت باشید. درست میگن که هر نقل که شما میکردید میگفتید که خدا رحمتی که شاهده. همین چی کردن؟ همین خلبت که وقتی که شکار میرفتیم راست اونجا ایلاق میبر اومدیم، بعد خیلی میگفتیم که نمیخیل در همین کاری که من بدم خدا رحمتی خیلی گذشت نبود با نیقه ایزم کردم خدا رحمتی فلان. بعد گفتم که در وقتی علاف داره و نمیخیل خدا رحمتی. بعد خدا رحمتی دادی گفت که تو یگون شاهدی زنده داری که من میگه پویت را باور کنیم همه شاهدات موردگین. همون خیلی درست شون دادی خدا حکموف یک مردی بود که مردی همه طرفه بود، خش چق خش لعجه بود، همون شوخی و چیار همون نیاورد. بعد میشتیم یک میدادیم به خدا یگون شاهدی زنده داری همه شاهدات مردگی ما چی را باور کنیم. بعد با خیلی بعد تعریف میشده، تعریف میکردیم، خیلی میکردیم یا خودمون تعریف میکردیم یا اون تعریف میکردیم. بعد که در تعریف میدونی که یک چیزی لغو میکنی، یک چیز لغو میکنی. بعد یک کس گفت که همین عباس نمیدونم که همین گپاش راستن یا دروغ. با همون خدا رحمتی دادی گفت که اکیش من ندوم اگر 3 کلمه گپ دو تا دروغ هم نه تایگش یعنی شما کانگا آشپزی هم میکرده؟ نه راست شد خیلی همین بفکرم که یک 10-12 سال آشپز بدم. توی در راست شد در قشلوخی خوسته آشپزی کردم، در قشلوخی یوگید، در قشلوخی دشتک سالهای سال در عمرک آشپزی کردم، در زنگ آشپزی کردم،
در کیورون زنده باشید آه. زنده باشید. یک بار آش کردید که آش کم کم خم اومده است، برنج نپخته است، خیلی چقدر پور سراسیمه میکنه از تیزی که مردم رفتن بعد این معلم آش آور داشته است هم میرفتن خیلی خم کم کم لگنا برمیگشتن پو استاد میگفت است که میترسیم که همین آش نرسه. بعد استاد داده گفت است که برداشتنش که تا کرگوات بیا از کرگوات خیلی یخچی سور بیانی اشته میرسه. شاید بور دیگه آش کردیم در خونه بابای که محمد علی توایبت کو آش کردیم بعد آش به درجه عالی اومد خیلی با هم خدا رحمتی دادی همونجا بود. بعد گفت که خیلی آشی بلدت اومده است، بسیار بلدت و آشی خوب نمود و همه خیلی خیلی آش اومده است. بعد گفت که دادی گفت شما نمیدونه، گفت که دیگه مردم که در بالای آش لطه بار کنند کاسه این عباس گوشاش بار میکنند و همین طور بسیار بلدت اومده است. هیچ وقت در درجه همه یک شما نبینید. و در اینجا یک ترانه داریم، شاید ترانه باشد که انجام بخش برنامه سلام هموطن باشد. فرخ جان اومده کرده است با همراهی خدای داد. میشنویم این ترانه را و باز میبینیم. ای مرچمیان یک بار به درواز بیا، ای سروی روان به ملک شیراز بیا، از هر قدمت گل کنم بام و درم، ای نوری دو دیده با دلی باز بیا. هی به درواز بیا یکاش، ای قربانی خنده هاش، به درواز بیا یکاش، ای قربانی خنده هاش، ای جان و دلم فداش، ای میمیرم من براش، ای جنون صدقه باشه. من نویسم یارکم ره دورای، ای وای چی کنم یارکی من رنجورای، جهتش میکنم یارکی من ناز کنم والله کی بگم چهره یو چون هورای. هی به درواز بیا یکاش، ای قربانی خنده هاش، به درواز بیا یکاش، ای قربانی خنده هاش، ای میمیرم من براش، ای جنون صدقه باشه. زنده باشی، سواد خسته نباشد. و ترانه جدید از فرخ عبداللطیف انا همین بود و امیدوار هستیم که ثبت استودیویش هم به نزدیکی منظور مخلصان می شود و در کلبه و در کاشانه های شما همیشه فضای چون یک سور و مسروری باشد. خب دوستان عزیز، یک صحبت خوب داشتیم، سال نوی داشتیم با چهره های ماندگار، با شخصیت هایی که الگو برای من، استاد عباس خان، استاد گل حسن، استاد ادب جان و این برادرای هنرمند من محمد محسن و ادریس یاروف و همچنین جهان پهلوان ما قایم شکرانوف که همیشه طریق رسانه های ورزشی نامش بلند است، نامش میشنویم و همچنین یک جوان خیلی هنرمند خوشتیپی ما خدایداد عزیز. خوش آمدید همه کسا به برنامه. به همت برای کار، به همت بردوباری میخوایم در سال 2025 و بگذار همیشه از پیروزی های شما ما خبر بشنویم. سلامت باشید دوستان عزیز. در اینجا اکتفا میکنیم با امید پیروزی ها، با امید کامیابی و موفقیت های هر یک شما هموطنان عزیز. پدرود.